چندی پیش یکی از پرونده‌های مددکاری رو بررسی می‌کردیم که با موضوع همسرآزاری بود. شرح حال مادر اینجوری بود که پدر اون رو کتک می‌زده و گاهن با چاقو این کار را انجام می‌داده. شده چندین بار انگشت مادر رو شکسته. هنگامی که پدر و پسر بزرگ خانواده همزمان با هم در خانه بودن، این اتفاقات تشدید می‌شده. حتی یک بار پدر و پسر با کمک همدیگه در دهان یکی از دخترها اسپری فلفل خالی کردن. شاید بچه‌های کوچیک‌تر رو کتک نمی‌زدن، ولی باز دیدن این صحنه‌ها برای هر بچه‌ای اذیت کننده و ناراحت کننده است. مددکاران ندای ماندگار چندین بار به مادر گفتن هنگامی که تو رو کتک میزنه یا کبود میشی به همسایه ها بگو یا به پلیس زنگ بزن، که به گفته مادر اونو توی خونه حبس میکرده و به اون اجازه استفاده از تلفن همراه رو نمیداده. بارها پیگیری‌هایی از طرف مددکاران ما صورت گرفت از طریق اورژانس اجتماعی و پزشکی قانونی، ولی تغییراتی رخ نمیداد و این سازمان‌ها کاری را از پیش نمی‌بردند. ما در ندای ماندگار هم برای بچه‌ها و هم برای پدر مادر خانواده جلسات مشاوره متعددی برگزار می‌کنیم. پدر اصلاً زیر بار نمی‌رفت و تمام گفته‌های مادر رو انکار می‌کردن. بچه‌ها همه در تلاش فرار از اون خونه هستن. دخترای خانواده برای فرار ازدواج کردن. حتی مادر همچنان در حال تلاشه که هم خودش رو فراری بده و هم بچه‌ها رو فراری بده. تا امروز از طرف سازمان‌های مختلف اتفاقی صورت نگرفته. مددکاران ما همچنان پیگیر شرایط اونها هستند. بازدید از منزل انجام میدن، جلسات مشاوره برگزار میکنن و حتی اگر فرزندش تو کلاس‌ها شرکت نکنه حتما پیگیری میشه. این یکی از هزار پرونده همسرآزاری در کشور است. به امید روزی که هیچ ظلمی در حق هیچ یک از زنان این سرزمین صورت نگیره.